که امروز در مرکز بایومتریک در دالمان آمدیم، در قصر دالمان. می‌خواستیم که 2 روز پیش ما ثبت نام کرده بودیم. امروز قرار بود که باید ما بایومتریک شویم که بایومتریک هم شدیم. و کارهای اداریش تقریبا خلاص شده و منتظر به این هستیم که شیخ به چاپ میره و بخیر تذکره ما تسلیم شه. بسیار خوب. شخص خود ما خو از تذکره الکترونیکی راضی هستیم. حداقل به این شد که سرگردانی اداری کم شدن. اگر قبلا درخواست پاسپورت میدادی، اگر اداره رسمی دیگه میرفتی، نیاز به اسلام داشتن، با ثبت نفوذ باید تصدیقشان میکرد، اسلام باید تایید میکرد که گویا شخص ثبت از گذشته هست. ولی که فعلا سیستم بایومتریک شده، یک ویژگیش خوب شده، سرگردانی اداری خلاص شده و ما هم علاقمند به میشیم که به تذکره الکترونیکی ما باید بگیریم. و ما هم برای فعلا که ما رویه‌ای که ما می‌بینیم و ویژگی خوبی که تذکره الکترونیکی داره و پیام شخص خود ما برای می هست که بر دیگه هموطنان ما همچنان بیاین ثبت نام باید بکنن، تذکره الکترونیکی داشته باشن، برشون خوب است. آمدم پشتی تذکره خود در مرکز دالمان توزیع تذکره را عکس نبودم، تذکره را گرفتم. این تذکره هر شهروند افغانستان میتونه بگیره. خوبه، آدم مریضی داره، پاکستان ایران میره، بسیار خوبه. من در بسته فامیل خود گرفتم. خوب است. خواهش میکنم از شهروندای افغانستان که راجع کنه بیاد اینجا تذکره بگیره. تذکره خوبه. الکتریکی تذکره سیده در ډېرې فائدې لري. فائده دا ده چې مثلا دا یو موږ تاسې بایومتریکي یوه دا فائده ده او بله فائده دا ده چې مثلا خشتېږي نه یا سرې کېږي نه او بله فائده یې دا چې په پاسپورټ کې ښاغ لري ښه پلور لري هر کار ارسانه مخکې پوه شئ او فائدې یې ځکه زیاتې دي د الکترونیکي تذکرې نو چې موږ تاسې واخلو به ډېره ښه. امروز به خاطر گرفتن تذکره الکترونیکی به مرکز دارالمان آمدیم تذکره خود گرفتیم. ما خودیاف کوشش میکردیم که تذکره را باید بگیریم چون موقع نبود و چند وقتهای پیش، چند مدت پیش آمدیم به خاطر این اخذ از تذکره اینجا عریضه کردیم. به طریقه احسن و نیک که ما رفتار خوب کردن، بایومتریک شدیم، فرمای خود پر کردیم، کار ما خلاص شد. او چند روزی که منتظر ماندیم، این امروز آمدیم هم تذکره خود گرفتیم. تذکره الکترونیکی که هر فرد افغانستان چی زنانه است و چی مردانه است، طفل است، کلان است، خرد است، باید تذکره را بگیرن. به حساب بایومتریک، به حساب موقعیت، به هر حساب این بسیار خوب است. به حساب امنیتی بسیار خوب است. کسی دیگه از تذکره دیگه تذکره بسیار مردم استفاده میکنه، اما از این کدن نمیتونه. باید هر فرد افغان از تذکره داشته باشه.